بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت روی گناه دیگری از گناهان بزرگ صحبت خواهیم کرد که او عبارت است از خوردن حرام. خوردن حرام یکی البته خوردن چیزهای حرام است، شامل می شود چیزهایی را که الله متعال حرام گردانیده، مثل خنزیر، خون، سگ و غیره. چیزهای حرام را انسان بخورد، این یک خوردن حرام است. و دیگر خوردن مال دیگران بناحق، این هم خوردن حرام هست که از گناهان بزرگ است. چرا؟ الله متعال از خوردن مال دیگران به طریقه باطل و به طریقه نادرست منع می کند. الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مؤمنین، ای مسلمانان، شما مالهایتان را در میانتان به طریق باطل نخورید. اگر به طریقه حلال بخوریم اشکالی نداره. مثلا به طریق تجارت میخریم از کسی چیزی را میخوریم، درست است، پول میدهیم میخریم. یا اینکه برای ما هدیه میکند، بخشش میدهد یا دعوتی میکند. انتار خوردن البته حلال است، این به طریق باطل نیست. به طریق باطل این است که بناحق بخوریم. بناحق خوردن راههای زیادی دارد. یا به زور میگیریم، غصب میکنیم، دزدی میکنیم، یا به طور رشوت میگیریم، یا سود میگیریم، یا قمار میزنیم میبریم و مالش را میخوریم و غیره. این انواع و اقسام باطل است که مال را برای ما حرام میگرداند که بخوریم. یا به قسم ناحق، قبلا در مورد قسم دروغ صحبت کردیم. یک انسان مال کسی را با قسم ناحق ادعا می کند، می رود نزد قاضی که این مال من است، قسمم می خوره. طرف مقابل را قاضی پرسان می کند شاهد، و مسلمان شاهد نداره، و این طرف به ناحق قسم می خوره و مال را از خود می کنه. این گناه خوردن گناه بزرگ است. روایت را بارها خدمتتان عرض کردم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که کسانی که بناحق در مال الله تصرف میکنند، الله برای آنها آتش را آماده کرده است در روز قیامت. اگر ما حرام بخوریم، بر علاوه این که آتش برای ما آماده شده و جهنم هست، عذاب است، در این دنیا هم اثرات منفی دارد که متوجه ما می شود. از جمله این اثرات منفی این است که دعای انسان قبول نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، مردی که سفر طولانی می کند، موهای سرش پراگنده، می آید به مکه. یمد یده الی السماء، دستش را به سوی آسمان بلند می کند و دعا می کند: یا رب فلان کار مرا اینطور بکو، به من اینطور بتی، او بتی. از خداوند دعاهای طلب می کند. سفر طولانی کرده، زحمت کشیده، آمده اینجا از خداوند دعا می خواهد، اما دعایش پذیرفته نمی شود. چرا؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که و مطعمه حرام، غذایی که خورده از راه حرام بوده، و مشربه حرام، چیزی که نوشیده از طریق حرام بوده، از راه حرام بوده، و ملبسه حرام، لباسی که بر تن میکنه این را از راه حرام به دست آورده، یا غصب کرده، یا دزدی کرده، یا در سود گرفته، یا به قمار برده، یا به قسم ناحق از خود کرده گرفته.
پس و غذی بالحرام، این انسان تغذیه شده با حرام، و غذی بالحرام، به حرام تغذیه شده. فانا یستجاب لذلک، پس چگونه گناه این انسان حرام خور، حرام نوش، حرام پوش استجابت شوه و قبول شوه. صحابی آمد نزد رسول الله گفت ادعو الله ان یجعلنی مستجاب الدعوه. در بعضی روایات میاد که انس گفت، در بعضی روایات میاد که سعد ابن ابی وقاص گفت. از رسول الله خواستند که دعای بکن که ما مستجاب الدعا شویم. از خداوند دعا بکن که ما مستجاب الدعا شویم. این صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواهد که در حقش دعا بکنه که الله این را مستجاب الدعا بگردانه. هر وقت که این دعایی بکنه بعداً الله دعایش را قبول بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اطب کسبک، اطب کسبک تجب دعوتک. کسب و کمایی خود را پاک بساز. کاری میکنی پاک بکن، تجارتی میکنی تجارت حلال و درست بکن. در تجارتت خیانت نباشد، دروغ نباشه، غش نباشه، فریب نباشه، قسم ناحق، قسم دروغ نباشه، سود نباشه، قمار نباشه. تو کسب و کمایی خود را پاک بساز، دعای تو پذیرفته می شود. خیلی قاعده آسان و کلی است. هر کدامی از ما و شما اگر می خواهیم که مستجاب الدعا باشیم، دعای ما پذیرفته شود، کسب و کمایی خود را پاک بسازیم. اگر او تجارت است باید پاک باشد. اگر وظیفه در یک اداره است، مسئولیتی که به دوش ما انداخته می شود را درست ادا بکنیم. کاری که به خاطر او معاش میگیریم او را درست انجام بدیم. و اگر شغل و پیشه است، حرفه است، خیاطی است، نجاری است، هر چه که هست باید صادقانه انجام بدیم. اگر این کار را کردیم دعای ما پذیرفته می شود. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که میگوید فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الدنیا حلوة خضرة، دنیا سبز و شیرین است، جذاب است، هر کس را به خود میکشد. من اکتسب فیها مالا من حله، کسی که در این دنیای سبز و شیرین، در این دنیای پرلذت کاری میکند، از راه حلال مال به دست میارد و انفقه فی حقه، سپس آن مال را در راه درست مصرف میکند. باید درآمد هم راهش پاک باشه، درست باشه، مصرف هم که میشه در راه درست مصرف شوه، نه در راه گناه و غلط. اگر ما عایدات ما هم راهش پاک بود، کار کردیم، کار ما هم درست بود و مصرف ما هم درست بود، الله متعال بر ما ثواب میدهد و ما را وارث بهشت میگرداند. و من اکتسب فیها مالا من غیر حله، کسی در دنیا مال کسب میکنه و از راه نادرست، از راه غیر حلال، و انفقه فی غیر حقه، و در راه غیر درست مصرف میکند، ادخله الله تعالی دار الهوان، الله این را در خانه ذلت که او جهنم است داخل میکند. همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من لم یبالی من این اکتسب المال، کسی که هیچ پروایی نمیکنه که مال را از کجا به دست میاره، یعنی خلط و ملط میکنه، حلال و حرام هر چی که پیش رویش آمد میگیرد. کسی که توجه نمی کند که این مالی که من میگیرم حلال است یا حرام است، حرام میگیرد و حلال میگیرد و خلط میکند بین حلال و حرام، یا تنها همیشه حرام میگیرد. کسی که
چنین توجهی نکرد که باید حلال تلاش بکند، حلال کمایی بکند، لم یبال الله من ای باب ادخله النار، الله هم هیچ پروایی ندارد که از کدام دروازه جهنم او را به آتش داخل کند. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لأن یجعل احدکم فی فیه ترابا خیر من ان یجعل فی فیه حراما. اگر یکی از شما در دهنش خاک پر کند، خاک بیندازد، این بهتر است از این که حرام پر کند. یوسف ابن اسباط رحمه الله میگوید که وقتی که یک جوان عبادت الله را میکند، بندگی میکند، شیطان برای افرادش میگه که برین ببینین این جوانی که عبادت الله را میکنه و اینقدر تقوا و پرهیزگاری داره، ببینید که من این مطعمه، خوراک و غذا و طعام ازی از کجاست. اگر دیدید که طعام و غذای ازی از راه حرام، از راه نادرست است، بگذارید این با این عبادتهاش خودش را خسته کند، به درد این نمیخورد. شیطان هم میداند که عبادت گذاری که غذای او تغذیه‌ای از او با حرام شده است به دردش نمیخوره. این را شیطان هم میداند. حدیثی که قبلا خدمتتان عرض کردم که شخصی که سفر طولانی میکند، خود را خاکالود میکند و به مکه میرسد، دعا میکند اما طعامش حرام، شرابش حرام، لباسش حرام. پیامبر فرمود فأنا یستجاب لذلک، چگونه عبادتی دعای ازی قبول شوه و پذیرفته شوه در حالی که با حرام تغذیه شده است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگوید که لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام حتى يتوب الى الله تعالی منه. الله نماز کسی را قبول نمی کند که در دلش چیزی از حرام است. تا چه وقت؟ تا زمانی که از این حرام توبه کند. سفیان ثوری هم یکی از محدثین و یکی از راویان معروف حدیث و یکی از علمای بزرگ میگوید من انفق الحرام فی الطاعه کمن طهر الثوب بالبول. کسی که مال حرام را در راه اطاعت و ثواب مصرف میکند، کسی که مال حرام را در راه ثواب مصرف میکند، این دقیقاً مثل این است که کسی نجاست را با ادرار، با پیشاب شستشو بدهد. با پیشاب که نجاست از بین نمی رود بلکه نجاست او بیشتر می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت می فرمایند که لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، در بهشت آن جسد داخل نمی شود که با حرام تغذیه شده باشد. عمر رضی الله عنه می گوید ما 9 حصه ده را به خاطر شبهه ترک می کردیم که مبادا در حرام واقع نشویم. مال حلال را به 10 حصه تقسیم بکنید. عمر رضی الله عنه میگوید 9 حصه این را میگذاشتیم، چیزهای حلال را 9 حصهش را میگذاشتیم به خاطر اینکه مبادا که در حرام واقع نشویم. چقدر آنها اهتمام داشتن به اینکه در حرام واقع نشوند، از حرام چیزی نخورند. ابوبکر رضی الله عنه غلام داشت. با این غلام مکاتبه کرد که این مقدار پول بیار تو را آزاد میکنم. غلام هم میرفت روزانه کار میکرد و میآورد به حضرت ابوبکر میداد تا یک وقتی که پولی که تعیین شده را تکمیل بکنه و
آزاد شود. هر روز پولی که می آورد، غذایی که می آورد، چیزی که می آورد، ابوبکر رضی الله عنه پرسان می کرد که این را از کجا آوردی؟ چی کار کردی که این را آوردی؟ اگر او جواب میداد و جوابش مورد پسند ابوبکر رضی الله عنه قرار می گرفت، آن غذا را می خورد، آن پول را مصرف می کرد. اگر نمیشد پس میداد. یک روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روزه داشت. در شام که او غذا را آورد فراموش کرد که پرسان بکنه که را از کجا آورده. یک لقمه از این غذا خورد و بعد از خوردن از غلام پرسان کرد که این غذا را از کجا آوردی؟ غلام گفت که من قبل از اینکه مسلمان شوم تکهن میکردم، فال میدیدم. فالم نمیدانستم، بس فال میدیدم. فال دیده بودم در آن وقت به یک کسی قبل از مسلمان شدنم در زمان جاهلیتم. امروز همون نفر را گیر کردم که برش فال دیده بودم، برام در بدل او فال همین غذا را داد و خدمت شما آوردم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت تباه و برباد شوی، تو مرا هلاک کردی. انگشتشان را به دهنشان انداخت تا آن یک لقمه‌ای که خورده بود آن را بیرون کنند. برش گفتند که ای ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حالا به خاطر یک لقمه بیرون نمی شود، چرا خودتان را اینقدر اذیت می کنید؟ گفتند به والله قسم، اگر این لقمه بدون روح از من بیرون نشود، اگر با نفسم با روحم از من بیرون شود، من این را به قیمت جانم این را بیرون میکنم ولو که بمیرم. پس برش گفتن که آب بنوشید، با آب میشه که این را استفراغ کرد و بیرون آورد. سپس ابوبکر صدیق رضی الله عنه آب می نوشیدن و انگشتشان را می انداختن در دهنشان تا اینکه آن لقمه را از شکمشان بیرون کردند. سپس فرمودند که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم. ابوبکر بعد از اینکه لقمه حرام را از شکمشان بیرون کردند فرمودند من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند کل جسد نبت من سحت فالنار اولی به. هر جسمی که هر جسدی که با حرام تغذیه می شود و نمو می کنه، آتش جهنم مستحق همچون جسدی است. فخشیت ان ینبت بذلك فی جسدی من هذه اللقمه. پس من ترسیدم از این که در جسد من نموی توسط آن لقمه حرام به وجود بیاید، به این خاطر آن را بیرون کردم. در خوردن مال قبلا گفتیم که حرام خوردن انواع و اشکال زیادی می آید. از جمله کسی که خیانت می کند، کسی که فریب می دهد، به فریب مال کسی را می خورد، کسی دزدی می کند، با دزدی مال کسی را می خورد، کسی که سود می خورد، کسی که مال یتیم را می خورد، کسی که گواهی به دروغ می دهد و در بدلش پول می گیرد، کسی که از یک شخص امانت می گیرد و عاریت می گیرد، قسمی که آن خانم مخزومی می کرد سپس انکار می کند مال مردم را، یا کسی که رشوت می خورد، یا کسی که در پیمانه در وزن کمی می کند، وقتی که می دهد کم می دهد، وقتی که می گیرد کامل می گیرد. تمام اینها، کسی که قمار بازی می کند از طریق قمار مال حرام به دست می آورد، کسی که از طریق جادوگری به دست می آورد، کسی که از سوی فالبینی، کسی که از سوی مجسمه سازی، و کسی که از طریق زنا، و کسی که از طریق نیاحه نوحه خوانی، و یا کسی که از طریق آوازخوانی و موسیقی، خلاصه از این راه های حرام هر کسی که مال حرام به دست میارد و میخورد او مرتکب گناه بزرگ شده است. عذاب الله را
به خودش دعوت داده است. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می شود که در روز قیامت مردمانی آورده می شوند که همراهشان نیکی هایی است مثل کوههای تهامه. کوه تهامه کوه معروفی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید در روز قیامت مردمانی را آورده می شود که نیکی هایشان مثل کوههای تهامه است، اما این نیکی ها در هوا مثل غبار پراگنده می شوند، انداخته می شود، از بین برده می شود، هباء منصور می گردد. فرموده شد که چگونه این نیکی ها با این بزرگی کوه تهامه از بین برده می شود و صاحبش به جهنم انداخته می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این مردمان نماز می خواندند، روزه می گرفتند، زکات می دادند، حج می کردند، مگر اینکه یک مشکل داشتند وقتی که با آنها چیزی از حرام پیشکش می شد و حرام را هم می گرفتند و می خوردند. پس الله متعال به خاطر حرام خوردن این نیکی های آنها را در قیامت برباد می کند و از بین می برد. واقعا خوردن حرام با هر شکلی باشد، با هر نوعی از انواعی که ذکر کردم باشد، گناه بزرگی است. الله متعال همین و شما را توفیق دهد و هدایت نصیب بکند که در طلب کسب حلال و در طلب روزی حلال باشیم، روزی حلال بخوریم، به خانوادیمان، به اولادهایمان روزی حلال تغذیه بکنیم، مبادا که در روز قیامت به این گونه عذابها روبرو شویم و ندامت و پشیمانی در آنجا سودی نخواهند داشت. تا قسمت بعدی که باز هم با گناه دیگری از گناهان کبیره خدمتتان برمیگردم. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.